در قسمت آخر فصل دوم سریال برادر خواهرانم می‌بینیم که پیرزن عجیبی به نام سوگی به مرغدانی بچه‌ها می‌آید و پیش آنها ماندگار می‌شود. خیلی زود مشخص می‌شود که این پیرزن در واقع مادر بزرگ واقعی عمر است، اما موضوع را سالها از او مخفی کرده و به عنوان یک پیرزن آلزایمری در خانه آنها مستقر می‌شود. سوگی مبتلا به سرطان است و نمی‌خواهد درمان شود و این روزهای آخر هم به عمد پیش عمر رفته تا نوعی که سالها نمی‌خواسته او را ببیند را ببیند. عمر و آسیا به خوبی با سوگی رفتار می‌کنند و این پیرزن به خاله سوگی آنها تبدیل می‌شود و سوگی نیز در مدت کمی به بچه‌ها عادت کرده و وابسته می‌شود و حسابی آنها را دوست می‌دارد و در طی این مدت مدام عذاب وجدان دارد که چرا این سالها به سراغ نوه‌اش عمر نیامده است. بیماری خاله سوگی پیشرفت کرده و در بیمارستان بستری می‌شود و عمر و آسیا متوجه بیماری او می‌شوند. عمر پیش خاله سوگی رفته و رو به او اعلام می کند ما شما را خیلی دوست داریم و ما هر کسی را که دوست داشتیم خیلی زود از دست دادیم. لطفاً شما هم ما را تنها نگذارید و اجازه دهید که درمانتان شروع شود. سوگی تحت تاثیر حرفها و رفتارهای عمر قرار گرفته و به آنها قول می‌دهد که درمانش را شروع کند. از آن طرف در مدرسه آسیه با آیبیکه درگیر شده و ناخواسته او را داخل شیشه‌ها هل می‌دهد و روابط عمر و آسیه با شنگول روز به روز بدتر می‌شود. شنگول به سراغ صاحبخانه رفته و خانه و مرغداری را به صورت قسطی از او می‌خرد و در خانه عمر و آسیه را پلم کرده و آنها را از آنجا بیرون می‌اندازد و عمر و آسیه و خواهر کوچکشان آواره خیابان‌ها می‌شوند. از آن طرف عاکف ورشکست شده و تمام دارایی‌هایش را از دست می‌دهد و قصد دارد که اموال شرکت را بفروشد، اما نباهت و سوزان و آیلا متوجه نقشه عاکف شده و او را دور می‌زنند و برای هیئت مدیره عاکف را اخراج کرده و قبل از عاکف اموال را فروخته و پولها را به حساب خودشان می‌ریزند. عاکف کاملا ورشکست و بدبخت شده و آواره کوچه و خیابان‌ها می‌شود. در ادامه می‌بینیم که یکی از آدم‌های خاله سوگی به سراغ عمر و آسیه آمده و برایشان توضیح می‌دهد که سوگی قبول کرده درمانش شروع شود و برای همین به خارج از کشور رفته، اما برای شما یک هدیه به جا گذاشته است. آدم خاله سوگی عمر، آسیه و خواهرش را به یک عمارت مجلل برده و اعلام می‌کند خاله سوگی این خانه را به نام شما زده و شما صاحب این عمارت لاکچری هستید. همچنین مدرسه را نیز خریده و صاحب مدرسه است و شما می‌توانید با بورسیه در مدرسه درس بخوانید. عمر و آسیه از شنیدن این حرفا شوکه شده و ناباورانه به داخل عمارت می‌روند. در همین حین داستان زندگی عمر و آسیه و بدبختی‌ها و فقر و بیپولی‌هایی که کشیدند در چند دقیقه مرور شده و آسیه و عمر و خواهر کوچکش بعد از کلی فقر و نداری و بیچارگی پولدار شده و صاحب یک عمارت لاکچری با کلی مستخدم، آشپز، ماشین و باغ و املاک می‌شوند. عمر، آسیه و خواهر کوچکشان داخل عمارت خشکشان زده و همانطور ناباورانه به هم خیره شده و باور نمی‌کنند که پولدار شدند و این خانه مجلل و لاکچری متعلق به آنهاست. به این ترتیب فصل دوم سریال برادر خواهرانم با پولدار شدن عمر، آسیه و خواهر کوچکشان به پایان می‌رسد.